میدونم که دوست دارید این آهنگ رو و این موزیک ویدیو رو تا آخرش ببینید. فرهاد بشارتی یک چهره دوست داشتنی، یک هنرمند خوب، کسی که ساز قانون، یک ساز سنتی رو به روش جدیدتر اون رو اجرا میکنه و همه ملیت‌ها رو به نوعی مجذوب خودش میکنه. چند وقت پیش در لس آنجلس کنسرتی برگزار شد به اسم میلیون دلار شو در مکانی به اسم میلیون دلار تئاتر که فرهاد بشارتی در اونجا کنسرتش رو اجرا کرد و یکی از موفق ترین کنسرت ها بود. خیلی ها عقیده بر این داشتن که ما ایرانی ها موسیقی اینسترومنتال رو زیاد شاید ازش استقبال نکنیم، شاید نریم، شاید کنسرت با موفقیت انجام نشه، ولی شب برنامه سالونی که بیش از 1700 نفر جمعیت داشت شاهد در اون بودن، شاهد اجرای کنسرت فرهاد بشارتی بودن. فرهاد بشارتی در این برنامه از ساز قانونش استفاده کرد، ایستاده وایساد و اون رو زد به همراه بزرگان موسیقی جهان که هر کدوم در جای خودشون اسطوره های موسیقی دنیا هستن، مثل پترو، مثل جازیست مایکل جکسون که الان اسمش من یادم نمیاد، رامون که یکی از بهترین گیتاریستای بین‌المللی هستش و دیگر هنرمندانی که بر روی صحنه بودن. یک کنسرت یا یک برنامه به نوع لاس وگاسی رو در اونجا پیاده کردن. چرا رقصنده های مختلف و لباس های گوناگون در بین جمعیت هم میخوندن هم میرقصیدن، پس هم رقص بود، هم آواز بود و هم زیبایی بود. یکی از کارهای جالب فرهاد بشارتی این بود که یک ترانه‌های مختلف عارف رو اینها رو بازسازی کرده بود و با ساز قانون میزد و مردم نمیدونید چقدر از اون استقبال کردن. فرهاد بشارتی میاد که انشاءالله کنسرتش رو در شهرها و کشورهای دیگر داشته باشه. برای کسانی که مایل هستن کنسرت فرهاد بشارتی رو در شهر خودشون داشته باشن، در کشور خودشون داشته باشن، میتونن با همین ایمیل آدرسی که زیر صفحه تلویزیون با من در تماس باشن و من ترتیب آشنایی و اجرای برنامه رو در شهر و کشور شما دوستان عزیز در هر جای دنیا که هستید، غیر از ایران، احتمالاً ایران هم اگر بشه خیلی خوبه، چرا که ما اینقدر مشتاقانه دوست داریم هنرمندان داخل ایران بیان اینجا برنامه اجرا کنن. اینقدر دوست داشتیم بنیامین رو رفتیم و سالنش رو مملو از عشق کردیم و بنیامین رو با یک خاطره خوبی به ایران فرستادیم. وقتی که گروه آریان اومد اینجا سالنش رو پر از جمعیت کردیم و پر از عشق با اون همصدا ترانه‌هاشو خوندیم. وقتی که احسان خواجه امیری داره میاد اینجا در یک سالن 6000 نفره فقط 10 روز وقت تبلیغات براش میذاریم و سالنش پر میشه و میان اینگونه استقبال میکنن از احسان خواجه امیری. ما دوست داریم از هنرمندانی که سالهای سالم در غربت بودن و طعم غربت رو چشیدن و دلشون میخواد در دل و آغوش هموطنانشون در داخل ایران باشن، ترتیبی داده باشه که اونها هم در اونجا برنامه اجرا بکنن. یادمون نره ما وقتی که این هنرمندان رو برای اولین بار میان اینجا و اینگونه استقبال میکنیم و سالن‌هاشون رو پر از جمعیت میکنیم، هنرمندان ما هم برای اولین بار یا حتی دهمین بار تشریف برن ایران، سالن‌های چند صد هزار نفره اونها پر خواهد شد به خاطر اینکه مدت‌های اونها رو ندیده و ما همه به هر حال به نوعی تشنه تنوع هستیم. دلمون میخواد توی برنامه‌ها تنوع باشه. شاید خواننده امید رو ما زیاد دیدیم، برنامه‌هاش یک جور بوده، متنوع نبوده، نمیدونم خسته کننده بوده، هر دفعه یک جور بوده، با یک نمیدونم تغییر خاصی نیامده، استقبال نمی کنیم، نمیریم و متاسفانه اون رو به باد فراموشی میسپاریم. ولی اگر توی کاراش، حالا من امید رو نام آوردم، امیدوارم ناراحت نشه، خواننده بسیار خوب، صداش بسیار زیبا هستش، ولی اجرای برنامه بعد زیبا باشه که مردم خسته نشن، چون مردم وقتی که یک بار بدن یه برنامه برن خوششون نیاد دیگه ادامه نمیدن و نمیرن و دنبال برنامه‌های جدید هستن. چرا کامران و هومن هر از گاهی سالن‌هاشون پر از جمعیت میشه؟ به خاطر اینکه توش تغییر و تحولات داره، بیشتر از اون چیزی که درآمدشون خرج میکنن روی صحنه تا اینکه مردم دوست داشته باشن. حالا کامران و هومن رو من نمونه آوردم، در میان اینها خیلی خواننده های دیگه هستن. مثلا اگه یک نمونه بیارم، خواننده داریوش که هر جا اگر برنامه‌هاش 100 بارم تکراری باشه
بلیط‌های اون 10 روزه به فروش میرسه و سالن مملو از طرفداران داریوش عزیز میشه. چرا که به هر حال هر کدوم خودشون رو به نوعی ثابت کردن، نشون دادن و مردم از اون استقبال میکنن. به امید اینکه در برنامه‌هایی که در لس آنجلس خوانندگان در اینجا هستن تنوع به وجود بیاد. حالا ناراحت شدید گفتم تنوع به وجود بیاد، امیدوارم ناراحت نشید، چون تو این تنوع اگر فکر میکنید کاری هم از دست ما بر بیاد به شما کمک میکنیم. بعضی موقع تکروی میخواید بکنید، بعضی موقع به خاطر درآمد کم مدیر برنامه ندارید، خودتون به تنهایی میخواید این کارا رو انجام بدید و متاسفانه دچار موفقیت کمتر میشید، چرا که شما لیاقتش رو دارید و صداش رو دارید، چهرهش رو دارید، طرفدارانش رو دارید که بیان از شما استقبال بکنن و شما رو ببینن. ما همه هنرمندان رو دوست داریم و این برای همهشون آرزوی موفقیت میکنیم. ازتون تشکر میکنم. به برنامه‌های بعدی که من در خدمتتون هستم امیدوارم نگاه بکنید. اگرم نگاه میکنید، تلفن دارین؟ آها، آره این تلفن دیگه. این تلفن خواهش میکنم. الان که من داشتم برنامه رو اجرا میکردم، این تلفنی هستش که دست منه برای مخصوص بخش بازرگانی، اینقدر زنگ خورد باور کنید من داشتم اینجوری قطعش میکردم، ولی حالا بعد برنامه دیگه هیچ کی زنگ نمیزنه آگهیش رو به ما بده. من نمیدونم چجوری همون لحظه که ما رو میبینید همون لحظه هم میخواید صحبت بکنید. نمیشه که من الان میرم این تلفن بخش بازرگانی، شماره‌اش هم زیر صفحه تلویزیونه، چند دقیقه یا چند ساعتی به این تلفن جواب میدم به امید اینکه بتونم پیام‌های بازرگانی شما رو برای مجموعه تلویزیون‌های ITN گروپ که شامل پن، تلویزیون ITN، تلویزیون ایران و تلویزیون لایو تیوی هستش داشته باشیم و خوشحال‌تر و خندان‌تر در خدمت شما باشیم. نگاه کنید بخندیم چقدر خوبه. حالا عقل ببینید چقدر بده. نگاه میکنه.